حدیث قدسی: بشارت به گناهکاران و بیم به صدیقان. خداوند متعال به داود علیه السلام فرمود: ای داود، گناهکاران را بشارت بده و صدیقان را بیم رسان. گفت: چگونه به گناهکاران بشارت و به صدیقان هشدار دهم؟ خداوند فرمود: ای داود، به گناهکاران بشارت بده که من توبه را میپذیرم و از گناه در میگذرم. صدیقان را هم بیم بده که به کارهای خودشان مغرور نشوند، چرا که خداوند هیچ بنده ای را به پای حساب نمی کشد مگر هلاک شود. اصول کافی، جلد دوم، صفحه 314.